درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من میلادم. اگه چنل منو سابسکرایب نکردید تا الان حتما این کارو انجام بدید. امروز میخوام یه ولاگ بسازم که به نظر خودم خیلی جالبه، براتون خوشتون بیاد. پس حتما نظرتون رو واسم بنویسید، لایک کنید. من 3 ماه پیش بودم واسه یه دوستام یه تتویی زدم، ولی چون خیلی دیر شروع به انجام کار کردیم دیگه به شهر خورد و خسته شدیم و نتونستیم کارو تموم کنیم. حالا ادامه این کارو من قراره که برم یه لوکیشن خیلی باحال و یه لوکیشنی که به نظر خودم خیلی جالبه و چون من بیشتر روی استودیو کار کردم، استودیو شخصی خودم، یعنی اینکه من بخوام برم یه جایی تتویی انجام بدم چه چیزایی لازم دارم، چه کارهایی باید انجام بدم و دونه بدونه تجهیزاتی که میخوام آماده کنم و باهاتون به اشتراک میذارم. بریم ببینیم چیکار. بچه‌ها من وسایل مورد نیازمو آماده کردم، حالا دونه دونه بهشون میپردازم واسهتون. چیزایی که لازم داشتم و اینجا میتونید تو تصویر ببینید. همه چیزایی که واسه این تتو لازمه رو با جزئیات نوشتم. شما هم حتما این کارو بکنید. داشتن یه دونه لیست خیلی واجبه. من همه وسایلی که لازم داشتم رو توی این کاغذ نوشتم. حالا دونه دونه با هم میپردازیم بهش که ببینیم من امروز چه چیزایی رو لازم دارم. اول از همه من آیپدمه که کارم رو ببینم چیزی که میخوام انجام بدم. گزینه بعدی اصل کار دستگاهه که امروز میخوام این تتو رو با این دستگاه انجام بدم. بکنم قبلا راجعش صحبت کردم. اگه ویدیو منو دیده باشید میشناسید این دستگاه رو، اگه ندیدید حتما ویدیو قبلی رو ببینید. راجع به این دستگاه و تفاهمی که باهاش زدم بیشتر توضیح دادم. من کلمه عینک‌ها اقتصادی که اگه برم فقط استفاده می‌کنم از برند شده ایده. اگه بکنم میشناسید برند کمپانی کیز خیلی چیز خوبیه. من خودم یه تایم طولانی فقط گلاید استفاده می‌کردم، بعد هربر گلاید استفاده می‌کردم، ولی این به نظر من از اون خیلی بهتره. هم بوی خیلی باحالی داره، هم به نظر من خیلی چیز خوبیه. اینم از این کارو همونطور که بهتون گفته بودم، چون من نصف کار انجام دادم، الان دیگه وقتشه که ببینید چه طرحیه. من طرح واسهتون میذارم ببینید. این طرح من تونستم فقط لایناشو بزنم جلسه اول و خیلی طول کشید، حالا به خاطر شرایط بود و لاینا تموم شده و اول امروز میخوام سایه ها رو انجام بدم و چیزایی که نتونستم تموم کنم رو امروز دیگه کامل کنم و تمومش کنم. و همین من این ست رنگ رو با خودم میارم اونجا، میبرم با خودم. فقط بزرگ آماده سخته، ولی دیگه مجبورم این ست رو اگه استفاده نکردید حتما تست کنید. خیلی ست خوبیه. من کلا دوستانی که منو میشناسن یا حالا کلا من کار من رو دنبال میکنم اصلا هیچ وقت از ست استفاده نمیکنم، همیشه رنگامو خودم میسازم. ولی واسه راحت شدن کار و اینکه شما وقتی میخواید یه لاین رو یعنی یه سقف رو دنبال کنید، شاید با ساختن رنگ خورده به مشکل بخورید، بالا پایین بشه رنگاتون. همین من ترجیحم این بود که یه مدت واسه یه سری از کارام از ست رنگی استفاده کنم. گزینه بعدی من واسه این تتو احتمال داره که بعد از کار، چون دوست من ورزشکاره، واسهش باند استفاده کنم. همونطوری که اینجا مشاهده می‌کنید باندگاه مدیکال افتر کی. بعد اینو میخوام استفاده کنم از کمپانی اینکیز و فرضاً به خدمتتون که من واسه این کار 3 تا سوزن احتیاج داشتم دیگه. اینا رو خودم تجربه کردم. یه دونه RL برند ایزد. سوزن بعدی که من میخوام استفاده کنم اونم کمپانی ایزده و 15 M1 و در آخر سوزنی که میخوام استفاده کنم اینه چین کرافت 7 RM.
تا یادم نرفته یه دونه داینامیک تریپل بلک هم با خودم میبرم، لازمم میشه حتما. این رنگ من خیلی وقت نیست که از این رنگ استفاده میکنم، ولی الان بیشتر کارامو دارم با این انجام میدم، چون واقعا رنگ مشکی خیلی پیور و خیلی شارپی میده و خیلی خوشحال میکنم. گزینه بعدی یه فوم اینکیزه، این هم همیشه تو کارم استفاده میکنم. این هم از این. و دیگه بقیه چیزا میره توی ارزم به خدمتتون ستاپ چیدن و اینجور چیزا، اکسسوریایی که لازمه، مثلا کپس لازم دارم من واسه این کار، واسه تتویی لازمه. یه چیز باحال گرفتم این سری اینکیز، این آبسلانگ ارزم به خدمتتون که بهتون نشون میدم. همون آبسلانگ خودمونه، یه خورده شیک و پیک داره واسه کمپانی اینکیزه و برای دوستداران طبیعت و اینجور چیزاست. حالا بعد یه چیز دیگه ای که لازمه دیگه همه آشنان دیگه، دستکش و کاور ستاب و دستمال که من از این دستمال استفاده میکنم مثل تتو. خب بچه ها همینا شد. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودی. بریم سراغ بقیه کارا و من برم آماده بشم، وسایلامو جمع کنم و توی راه هم حالا باهاتون هستم. بریم ادامه کار. بچه ها همونطور که دیدید من وسایلم و تجهیزاتی که امروز لازم داشتم رو بهتون نشون دادم. توی راه هم با یه ویدیو کوچیک میگیرم و بقیه کار رو دیگه در ادامه ویدیو میبینید. احتمال داره که کاری که میخوام انجام بدم و یه تایم لپس بگیرم ازش و فینیشینگش رو و حالا اتفاقایی که قراره امروز بیفته رو باهاتون به اشتراک بذارم. حتما تا آخر ویدیو با من باشید. فعلا بچه‌ها واسه این میگم لیست بنویسید. من الان با اینکه لیست داشتم باز یادم رفت، با اینکه آخرین سطر لیستم نوری که باید میبردم بود، الان موقع جمع کردن یه بار دیگه دابل چک کردم دیدم که برش نداشتم. حالا بهتون نشون میدم. کلش خیلی بزرگه، نمیتونم ببرم، از یه دونش استفاده میکنم و رنگم هم افتاد. این نوریه که من واسه عکاسی و موقع کار ازش استفاده میکنم. خیلی چیز کوچولو واسه برند بیشاپ، خیلی کوچولو، سبک و کاربردی، روی سپایه وصل میشه. هر طرفش هم که نگاه کنید حتی سه طرفش جای وصل کردن روی پایه دوربینو داره. نور خیلی خوبیه و به نظر من دیگه اینم یادم داشت میرفت. خوب شد که دقیقه 90 به قول معروف یادم اومد. اینم از این. بچه‌ها من دارم میرم، آماده شدم، کولم خیلی سنگینه. این تاکسی منتظرمه، حالا باهاتون در تماسم. اینجاست جایی که بهتون گفته بودم. این یه باشگاه خیلی قدیمیه به نام دارالشافگاه. همین الان رسیدم، همین الان ماشین پیاده شدم، گفتم سریع ویدیو بگیرم. اینجا خیلی باشگاه با قدمتیه، قدیمی. حالا بیشتر بهتون نشون میدم ازش. ما مثلا بچینم آدم. بچه ها وسایلمو چیدم، همه چی آماده است. حالا میخوایم استارت بزنیم.